نتیجه آزمایشتون رو دیدین؟ نه، ولی صبح فال حافظ گرفتم گفت خبر خوب میاد. آزمایش با فال فرق داره، هر دوش آینده رو نشون میده دیگه. یکیش علمیه، یکیش شعره. علم گاهی اشتباه میکنه ولی حافظ هیچ وقت اشتباه نمیکنه. خب باشه، فالتون چی گفته بود؟ گفت بیا که قصر عمل سخت سوس بنیاد است، بیار باده که عمر بنیاد بر باد است. یعنی همه چی خوبه. این بیت اصلا همچین معنی نداره، درباره ناپایداری دنیا است. شما تفسیر خودتو داری، من مال خودم. خب از بذاریم من فال خودم رو بگیرم. اینجا نوشته قند خونتون 350. حافظ گفت دیگه قصر عمل سقف سوس بنیاده، یعنی هرچی رفته بالا میاد پایین. داری قند خون رو با فلسفه حافظ درمان میکنی؟ نه درمان، فقط دلگرمی. دلگرمی به قند خون کمکی نمیکنه، به روحیه هم کمک میکنه دیگه. روحیه هم رو قند تاثیر میذاره. اینو تو اینترنت دیگه. چی تو فالتون بود؟ بیت دیگه هم بود که میگفت هر که شد محرم دل در حرم یار بمان. فکر کنم یعنی باید بمونم بیمارستان. این اصلا ربطی به بستری شدن نداره. چرا دیگه؟ ببین، حرم یعنی جای امن، بیمارستان هم جای امنه دیگه. دکتر راستی یه بیت دیگه هم بود درباره شما بود. درباره من؟ گفت طبیب عشق مسیحا دمی است و مشفق، لیک درد در تو نبیند کرا دوا بکنم. یعنی من باید بیام پیش شما که دردم رو ببینی تا دوا کنی. این یکی رو باید قبول کنم، به موقعیت میخوره. بالاخره یه دکتر عاقل پیدا کردم.